چون استقلالیت ما در مدت 27 سال یا 26 سال قدردانی واقعی نشد و حالا هم رسید استقلالیت و استجادیت، یعنی نعمت و نعمت و یا اینکه یک چیز شیرین و تلخی انجام و از استاد بزرگوارم محمد سعید رضایی خواهش می‌کنم چون یکی از شاهدان دوران استقلال خواهی، شاهدان اعلان سند استقلالیت دولت تاجیکستان و دیگر حادثه های مهمی که در این چند سال اخیر رخ داد بودن در دوره نعمت استقلالیت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استادان، خواهران و برادران عزیز، هموطنان خیلی هم عزیز و محترم، واقعا من شخصا منتظر بودم که از برادران و استادان و مهمانانی که در اینجا تشریف آوردند بیشتر میشنیدیم، بیشتر سخن میکنیم. با تشکر زیاد از مجری برنامه امرالله که این فرصت را در اختیار من دادن. ابتدا من این سنه تحریکی را استقلال کشور را برای شما عزیزان و در سیمای شما برای همه هموطنان ما، هموطنانی که بیرون از مرز هستند، هموطنانی که در داخل کشور ایران هستند، تبریک و مبارکباد عرض می‌کنم. واقعا استقلال یک آنگونه که آن اشارت شد، یک آرزو و آمال و یک هدف خیلی عالی و بلند برای کسانی که در اون لحظه که استقلال کشور اعلام شده بود. من فراتر از اون دوره یادآور بشم، ما طلبه‌های مدرسه پنهانی، مدرسه اسلامی بودیم در نزد استادها، استاد سید عبدالله رحمة الله علیه و استاد محمد شریف مزاده و دیگر استادهایی بودن که طلبه‌ها داشتن. من فکر می‌کنم سالی 79 از سری بیستم بود. من نزدیک استاد داشتم، استاد مدیر خواندنی از دوشنبه. بعدی چند تا در تحصیل کردن و درس خوندیم، یک 2 ماه 3 ماه و بیشتر رما بود. استاد رحمتی اومدن، خود محمد جان بود و دامنان نعمت الله که بالا هستن. در جایی که ما درس داشتیم، برادرها در جمعیت چند برادرهایی که در این حادثه ها شهید شدن و برادرهای که همراه ما درس میخوندن، برادر قمرالدین بود و حاجی‌الدین بود، برادر جوانا. خب دیگر برادرهای بودن و استادا اومدن. ما فکر کردیم که چون هر وقته مثلا موضوع درس است و پرسیدن است یا یوان امتحان است، اما بعد اندکی و رفای خود را از جای بیرون کردن و هر چیزی نوشته داشتن، هر کدومش و بعضی چیزایی هم بگفتن. بعد از اون گفتن که خب استاد شروع به سخن کرد، استاد روزی. حالا یادم هست که اون وقت حالا ریش هم نداشت استاد روزی، یک جوان بود که با لباسهای سفید میگشت، بسیار هم آزاده و بسیار فسانه بود. هر دوشون هم ریش نداشتن که نعمت الله بود. بعد ریش نموندن. بعد شروع کردن. استاد برای ما گفت که خب امروز درس را از دیگر چیز آغاز بگیم.
درس موضوعش این است که یک چیزی برای شما امروز داده می شود که در ابتدا خرسند می شود. در ابتدا شما خیلی خرسند می شود، اما آهسته آهسته بعضی وحشت و بعضی ترس شما را فرا میگیرد. کلمه از همین آغاز شد. حالا گفت ما میخواهیم که چیزی در کتاب هست و چیزی که ما از قرآن از حدیث میگیریم به یک کس میگیم یک چیزی درس است و همه استادا میگیم. اما امروز ما شما رو میکنیم باید بدونید که اینجا ما یک حلقه را تشکیل میکنیم و باید بدونید که ما و شما همین اسلام را همین اسلام که در داخل 4 دیواره است و بعضی عادت‌های در زندگی کار میگیرد از نماز و جنازه و خدای و عزیزها. ما میخواهیم که همین اسلام از همین 4 دیواره بیرون برد. یعنی اسلام را ما برای مردم نشان بدهیم که اسلام یک چیزی است که به حیات و ممات انسان سر کار دارد. از تولد شدن تا مردن او، نه اینکه فقط همین چیزی باشد که همین عادت‌هایی که هستن روز قرآن خواندن سر مزار و ایرانی. میخوایم که بدونیم که در حیات سیاسی مردم اسلام سهم دارد. ما همین سخن از روس بود، همین روسی که ما را آمده است احتلال کرده است، گرفته است و خب استعمار کرده است، میخواهیم که همین کشور ما از همونها بیرون برونه. یعنی میخواهیم که ما مستقل باشیم و اسلامی ما، مسلمانی ما. خب قبل از این یک چیزی گفته بود که من میخوام که به همه مسلمان هایی که در حوزه در حته اتحاد شوروی هستند حقوق و آزادی های اونها را مطرح کنیم و برای اونها از این حکومت بگیریم و مخصوصا برای تاجیکستان که تاجیکستان مستقل و آزاد و انانیخته باشه. خب همین خیلی سخنها بود، من در یادداشت دارم چقدر که نگاه کردم و دست نامد. خب همین خلاصش رو همین چیز. خب درست وقتی این خیلی گفتن از اسلام میتونه از شما شخصیت هایی هستید که پرچم برداری همین کار هستید، باید که شما مسئولی تعلیم و تربیه باشد، مسئولی تنظیم امنیت باشد و مسئولی خب مالی و دیگر همه اینها را تقسیم کردن و یک چیزی اونجا تأسیس داده شد و ما مسئولیتمون شروع شد. وقتی که خیستیم خیال میکردیم که با همون نمیریم ما از دیگران فرق میکنیم. ما کسایی هستیم که اسلام را چنین نشان بدیم. ما کسایی هستیم که برای کشور ما همچنین کشوری مستقل باشد، آزاد باشد، ما سهم داشته باشیم در بین جمهوری‌های شوروی. اما در او وقت دهه 79 بود و قدرت شوروی بود که انسان یک کس با یک کس دیگر صحبت کردن نمیتونست. بعد تشویش دیم که خیلی بگیم به یکان کس، نمیگیم در درون دل اونای بگیم این چخل می شود. هر یک کس به یک کس وابسته بود، همین ترس و وحشتمون افزونتر میشید و خودمون را فکر میکردیم که هر لحظه کسی میدوند از همین کار، مراقب ما هست، نظارت ما را میکنه. همین چیزها بودن که ما را باز و ترس و وحشت و بسیار. یعنی از دهه 79 من یاد دارم که مایی هم وقتی که استاد شباهی و برادر نعمت الله و محمد جان 3 نفر اومدن و همین مسئولیت ها را بردن. یعنی من در اینجا که حالا از نعمت استقلال رو صحبت میکنیم، باید بودیم که استقلال ما باید که استاد هم در یک سخن گفتن یک نعمتی بسیار بی‌بهای هست و اشاره کردن که برای کسی که مضمون استقلال را میدونه که استقلال چی هست برای انسان، چی میارد. یعنی استقلال حالا ما ببینیم از دوره سال 92 ما استقلال به دست آورده باشیم، دوره شوروی بودن برای تاجیکستان شاید برای مردم خیلی خوبتر و بهتر بود. بعضی کسایی هستن که میگن که او دوره بود استقلال برای چی آمد، اما کسایی هستن که مضمون استقلال را نمیدونن، معنای آزاد از زیستن را نمیدونن، یعنی مفهومی سربلنده سرفراز، یعنی آزاد زیستن در اونها وجود ندارد. اگر از لحاظ ظاهری بگیم یک چیز حالا میگه که درست میگن اون مشکلات هست، اما نه، واقعا هم استقلال یک چیزی است که هر کسی که او را بدوند شرعی بگیم که
شربت استقلال را بچشد دیگر نمیتونه در بندوبار و در خوب استعمار و استبداد زندگی بکنه. این نعمتی گرانبهای است که استقلال برای ما داده است. فقط کسی میتونه که همون بگیم که از معنای کلی و کلی اون خبر است. بنابراین همین وقتی که گرد همایی ها شدن همون گونه که اشاره شد و استقلالی که برای تاجیکستان اومده بود، یعنی من بزنیم که ثمره همون گونه که یادآور شد استاد طاهر عبدالجبار بودن و خودی استاد مومن قناعت اگر نگاه کنید وقتی که دستگیری رو ما میدیدیم اگر مراجعه بدیم و ما با یعنی اهل فکر یا که زیایی وقت میکنیم اینتلیجنسشون با اونها که ارتباط داشته وقتی مکاتبه های اونها را و دستگیری وقتی در اتفاق نویسندگان و دستگیری و تشویق کردن اهل قلم نو را میدیدیم یعنی یک گونه از اون وقت شروع شده بود که باید ما استقلال داشته باشیم یا اینکه آوردن جشن نوروز در تاریخ تاجیک یا که برای خلق نیاگان یک چیزی را پیشنهاد کرد. سهمی همه اینها یعنی روحانی ها و اهل قلم و اهل ادب شعرا همه اینها یعنی در تاجیکستان مردم را آماده به استقلال کردند. وقتی که گردی همایی ها شد مردم من در یک جا اشاره کردم مردم میدونستن که برای چی میدان رفتن. وقتی که چی شد وقتی که نظم بینای حکومت اومده که در اون وقت نام قصری سفیدش نام کردن مردم که در اون جا اومدن نمیدونستن که برای چی میاد. یعنی برای من باید آشکار بود برای اسلام یا که اسلامی کردن تاجیکستان نبود اونجا برای استقلال بود و یک خطری که استقلال کشور را تهدید میکرد برای همون جمع کردن. همون چیزی که استقلال کشور ما را تهدید میکرد. در اونجا شعارهای در اون میدانها اتحاد رمز پیروزی است. یعنی اونجا در همه متحد بودن. یگان اختلاف این چیزا وجود نداشت و این شعارها به طرف یگان گروه یگان بگیم که فکری یا که تیار فکر و افکاری که در اونجا هست با اونها نبودن و قوم‌های علاقیده بلکه یک وحدتی بود و برای خطر استقلال را رفع کردن در اونجا جمع شده. اما در مقابل کسایی اومدن جمع شده که اونها با این استقلال مخالفت داشتن و چی چیز اونها را به میدان آورد؟ من نمیدونم که با کدوم نقشه باشمون گرفتن هیکل همون را بهانه کردن و آمدن و شعارهاشان چی بود؟ حتی نسبت آزادی هم میگفتن. چی است آزادی؟ نمک سر کورک میکنه نمک سر میزنن تو روسیه بابا چی کرده است که شما باید میکنید؟ این خیلی شعارها بودن اگر قول در تاریخ اگر باشد و اونها کی بود؟ بله نسبت اسلام همین چیزا را یعنی ببینید از همون جا برنامه کشیدن این که یک گروهی که برای استقلال برای مملکت برای کشور بود دیگر طرف بودن بود یعنی در این اسلامی ها هستن نسبت اسلام یعنی همون گونه که امروز حالا ما می‌بینیم که در فیسبوک در همه این ازلیش و از کجا بعد از اینها مثلا که میگذارن توی که این مردمی که در بیرون هستن با همون مشغول شوند و برای کشور گشتن برای اون وحدت برای خوب آزادی کشور دیگر یک طرف بذارن از همونجا شروع شده بود که نیست اسلام تا اینکه فکرها را بکشن از اون وحدتی از برای استقلال برای کشور برای دیگر اینها را از بود. خب این مضمون استقلال شناسی یا که به قدر استقلال رسیدن اما کسی هستن که معنای اون را میتونن به درون جمع کنن. وقتی که ما اومدیم خب من نمیرم بسنیم که وقتی که قدردین اصلان امضای اعلام کرد استقلال تاجیکستان را ما در پهلو شدیم مثلا رحمتی کار محمد جان بود و از این طرف ما بودیم و بسیاری شاید همچه بسیاری کسا اگر اینها یاش باشن پدرها و برادرها و نزدیکاشون در میدان بودن و عشق میریختن برای استقلال تاجیکستان گریه میکردن که ما استقلال به دست آوریم. این کسایی که در اینجا هستن اما کسایی که بعضی امروز با بیرون از تاجیکستان گشته ایستادن به تهمت اکستریمیست یا تروریست دیگر اونها کسایی که در همون وقت یا پدرهاشون یا برادرهاشون یا خودشون بسیارتر
گریه میکردن از خرسندی استقلال و اون کسایی که مقابل استقلال بودن اونا حالا هستن در سر بزرگ ها هستن عکسی که میخورن همون کارا انجام میدن. خب اما وقتی که چیزی اساسی این است که وقتی که به قدر استقلال نمیرسن امروز که کشور آمده است در یک خطر با قرار گرفته است که از استقلال به سوی با استبداد رفته ایستاده است. یعنی استبداد فقط برای مردم خود کشور در خطر است. فرهنگ ما در خطر است. سرزمین و زمین ها فروخته شده ایستادن، فرهنگ زیر کار شده ایستاده است. شخصیت ها خب شخصیت های ملی، شخصیت های مذهبی، خب شخصیت های فرهنگی، حقوقی ولی همه همین ها استبداد شده است. در مجموع یعنی حاضر همین خطره که استقلال تاجیکستان را تهدید میکنه از او وقتی که مردم جمع شده بدن از او وقتی در خطرش کلانتر و بیشتر است. پس امروز ما نیاز داریم به همون وحدتی که رمز پیروزی است امروز ما بیشتر نیاز داریم. باید ما متحد باشیم تا اینکه این خطر باز کشور ما را به سوی استبداد و بعد نمیدونم بعدش استعباد است، بنده کردن است یا اینکه به بیگانه ها دادن است پیش راه او گرفته شود. برای اون انمون وحدتی که رمز پیروزی است برای همه ما هر کسی است. صدای این مردمی که تنجید کرد گردی هم اومدن تاجیک‌های برون مرزی که برای تاجیکستان برای استقلال تاجیکستان جمع اومدن و فکر میکنن و بدانند که وحدت رمز پیروزی است. امروز یک نقطه خیلی خوب رشد می‌بینید دیگر باید اندیشه اطراف یک حزب، اطراف یک گروه، یک چی نباشد. اندیشه ما فراتر از این باشد، فقط برای ملت و برای کشور باشد. خب نهضت اسلامی است، خوبه که دیگر گروه و برادرهایی که هستند گروه ها و شخصیت هایی که یادآور شدن که یک شخصیت در ذات خودش موقع دارد که خدمتش بیشتر از این خیلی گران است. همه اینها باید که اطراف ملت و کشور باشد. خب این باید دیگر نعمتی استقلال برای ما خیلی خوب بود، لیکن خداوند برای ما قدرت و نیرو و فکری یا که توانایی قدر کردن این استقلال را برای ما بتید تا اینکه بتوانیم این نعمت و به نعمت یا که به هر چیز بدل نشود. روح همه استقلال خواهان شاد باشند و دوستایان و قدردین اصلان و تایر افتوچه‌وار و اصلیدین صاحب نظر و بسیار کسایی که در این راه شریک شدند خداوند روح همه اونها را شاد بگرداند و برای ما نیرو و توانایی ما را بتید که بتوانیم این استقلال واقعی برای کشور نگه داریم. سلامت باشید.